بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب بناء الأفعال. هناك درس قدرة ومدهم از كتاب بناء الأفعال. درس ما تحت عنوان 12 بابا منها لما زاد على الثلاثي، وهو 3 أنواع. يعني 12 بابی که علاوه بر 3 حرف یعنی که فعلهای 3 حرف می آید، این ثلاثی مزیدش هم گفتم می شود که این 3 نعبد نوع یکم اون که در 1 حرف علاوه کرده شد در برابر 3 اصلی که 3 حرف اصلی تحت این 3 باب داخل می شد. باب یکم افعل یفعل افعالا بود، باب دوم فعل یفعل تفعیلا بود، باب سوم امروز الباب الثالث می فرماید صاحب کتاب فعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفيعالا موزونه قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا. وعلامته أن يكون ماضيه على 4 أحرف بزيادة الألف بين الفاء والعين، وبناه للمشاركة بين الاثنين غالبا، وقد يكون للواحد. مثال المشاركة بين الاثنين نحو قاتل زيد عمرا، ومثال الواحد نحو قاتلهم الله. خب ما نیز گفتیم در همون نوع یکم می باشیم که در برابر 3 حرف اصلی 1 حرف علاوه شدگی است. این بابی سوم است، الباب الثالث. فعل یفاعل مفاعلة و فعالا و فیعالا 3 مصدر دارد. مفاعلة مصدر می شود، فعالا مصدر می شود، فیعالا مصدر می شود. هموزن این یعنی فعلی که هموزن این می باشد قاتل یقاتل مقاتلة و قتالا و قتالا می شود. قاتل به معنی جنگیدن می شود. و علامت این باب از روی عموم گیریم بابی 9 می شود از 35 باب. علامت این باب از آن عبارت است که ان یکون ماضیه على 4 احرف، فعل ماضیش عبارت از 4 حرف می باشد، یعنی 4 حرف می باشد. بزیادت الالف بین الفاء والعین، با علاوه کردن الف بین فا و عین. فعل بین فا و عین انده الف علاوه شده است، 1 حرف علاوه شده است. و بنای این باب برای چیست؟ برای یعنی که شرکت و ورزیدن میان 2 کس، یعنی غالبا اساسا این باب استفاده برده می شود یک کاری که اگر بین 2 کس یا که بین یک چند کس استفاده برده شد، یعنی اینجا گفته بین 2 کس غالبا، یعنی که از این در بسیار حالات بین 2 کس می شود. مثلا میگن که بو میگه که وقد یکون للواحد، بعضا می شود که بین 1 کس، یعنی 1 کس در نظر دارد. مثال المشارکت بین الاثنین، مثال برای اون کاری که بین 2 کس یعنی که شرکت شده ایستاده است. برای مثال قاتل زید عمرا، قاتل به معنی کشتن نمی شود، جنگیدن. یعنی از روی معناش می فهمید که قاتل زید عمرا به معنی اینکه زید و عمر بین یکدیگر زد و خورد کردن. زیرا اینکه زید هم انسان است و عمر هم انسان است، فهمیده؟ هر دو جنگیدن می تواند، هر دو یعنی که زورش به دیگرش میرسد، یک دیگرش لط کردن اند، فهمیده؟ بنابراین از روی معنا چی میگن؟ میگید که این جنده قاتله به معنای چیه؟ للمشارکت بین الاثنین، یعنی برای خاطری یک کار در بین 2 کس شرکت ورزیده ایستاده، یعنی اشتراک به جا آمده ایستاده است. مجدودومی لیتس میگوندش، فهمیده؟ یعنی همین اون معنا داره که قاتله زیدون، زید در اینجا فاعل است و حتما عمرا مفعول می شود، یعنی که فاعل کننده کارا میگویند، مفعول اساسا اون کسی میگوید که اون چیزی میگوید که دستری هوای کار فرآمدگی است. اون معنا داره که فقط زید با عمر زد و خورد کرده شده، عمر باشد خبط شده است، نه. بنابراین هر کدامی از اینها فاعلش مفعولا می شود و مفعولش فاعلا می شود، فهمیده؟ یعنی زد و خورد از زید چخیلی که صادر شده است در سر عمر، همچنین از سری یا که گیم از جانب عمر به سری زیدم اومدنش ممکن است. این مثال برای 2 کس. و مثال الواحدی، مثال برای 1 کس، یعنی که 1 طرفه. برای مثال قاتلهم الله، این دعا است. قاتلهم الله، الله به اونها بجنگد، الله با ویها جنگ کند.
آیا می شود که آیا با الله جنگ کنند؟ نه، آیا با الله ضد خور کردن نمیتوانند. بنابراین از این معناش میفهمید که یگان کس و یگان چیز زورش به الله نمیرسد. میگید که این جنده قاتل للواحدی، یعنی بین دو کس شرکت نمیشه بود و بین یک کس، زیرا که به الله یگان کس مقابلیت نشون دادن نمیتواند. فهمیدید؟ قاتل این طریقی صرفش گذشته میشه. نوع سیمش با مستقل بعد درس میکنیم. وصلی اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.